چی؟ یعنی خسور اینا هیچ کدوم نیم حل خراب گردانم بان باشه همه برفتن قراره که به تالار بریشی خود سرگی دیگه پس اگه ایتی بید اکتوبر من میگفتی که یک سال تا خودتو میآوردی همی پتوها دو تو بریم بیا هر کدوم 50 من انگور بیشتر میگیرم انجی نداره بیا ولی خود خوبه نازی منطقه پیک خیلی بیشته باشه گردانم بان باشه انجی نه شده گردانم بان باشه فقط بگی چراغ زرد چیز کن بکن اگه امرو 50 من انگیر عباق ما مشاغل نبردی من 50 من انگور بکن گیله جو بکن سیدار بکنی خوبه سیدار شیرینو باشه شیرین بپاره تو کوی برانم سیکو نه این ماما شاگل خسور مکنی هی یزدان مبن بخونه خواهر بخونه دختر خواهر دفعه میای نیم کیلو میاد بستی آدم سخت بگه کجا بایی؟ ساکو میاد ساکو بریم تاک جوری و Kilago, hani bok galdar baba, hani be bak. Biar, bak biar. Oni. روزی که خسور مشید خیلی از اینی ما مشاغل من ندیدم یک وقت خدا میروینی نکرد به می دختر خوب به بکن همیشه همه یک جا نکن که با بیای میفهمه ای تو پیرمرد زیرکی نیه همین کلمه بیا باشه نام خدا اگی جلوشون هر محله روی بریم روی جوان سمن میشه اشته نمیشه بیا بیا تیش بیا روش خودت که نرم نکنی خود بیا بگی بیا بریم استاد نشو بریم بیزار باش بیا بیا تاشو آسته تاشو کنافتی آسته خود تاکو بیا در جان بیا تو اینجا بله چکار می‌کنی تو؟ سلام علیکم مندنا باشین چرا دار میشی تو؟ با خود داره تو اینجا چکار می‌کنی؟ ای با خسور منه سلام علیکم مندنا باشین علیکم سلام چرا دای بالا میشی تو؟ برا جو بگو که باغ است کی باقا خسور منه برو باغ ماما شاگل تو کجا میفهم ماما شاگل که هست خسور منه کجا خسرتی؟ شما چه دیگه ماما چرا دای بالا میشی باغ در چرا نمیشی؟ بفهم ماما جان سعی کنین خسور ازی گفت که بریم شما با باغ بریم انگور به خوب چینیم دوز زنگ زنگ ماما شاگل زنگ زنم به کجا زنگ بیا تو دوز تو ما دوزه های ماما ما دوز میگیری اشتا دوز تو آقا جان خود ما به عروسی رو من زنگ زدم برای ماما شاگل زنگ تو دقیقه سوچ ماما جان سعی کنیم برای ماما شما گاز برای سرما برای بوشم تا میزنم چره چرا دای بالا میشی تو
ها خدا ماما جان دروغ ما شما نمیگم. ولی خیرم تو بیغلی که دوباره دی کارو نکنی خب چشم حرکت کلا چشم. دیگه تو راه نمیپوچی حالا نه چشم. بله چشم ماما جان. بله برو بچی بیا بچی. باشه استخنه شنگیله استخواه کن نمیبینی بعد دیوار ریم دادو کیلنگ نه چکار کنی؟ نمای برار مال یکی بیای بار ببینه بچی تو بوده که دروغ نمیدی. خواهده لگه خب میبونه که ایشته بگیرو دیلا گیر باش برار یکی ما اوتو ببینه و خدا ما رو به تعمیر و خفه میکنه خفا خونه سه ناس نمیرم. بابا غم چکار کنیم در نداشته باش گیله جو بخوریم به بیتره. گیله جو غنده برار غنده بالا تو به دیرم بیا بری بردو کسی نمیه بخور. بخور. میبوری میفروشی ها نبوری نفروشی کار میخوشه شما نمیرم. نفر یک گینه میشه گیل لگمه میفروشی بخور. ها تو بخوری برار من بخور منم نه ای کشیده بخور. به جان عجب فوتبالی داری. همین دادم سختیه هر دفعه به خونه میخوار خود میار باغ داره زمین داره گرو داره گوسفند داره نیم کیلو انگور خودی خود میاره به صرف میدادم ملیده نمیشه گیلم خونه دختر خود میاره. عمری میاره به خونه بی دختر خود یک مشکی ماست یک مشکی شیری دو پردی با درازتر میاره 4 سه 4 5 یک هفته میسته یک مشکی شیری هم نمیداره نمیاره تا 4 تا گوی زیده داره ماما شاگل خسور می بخواه به تو پیاس پس میکنو انگور داری گیلک لیلام کنی بفریشی نفریشی نه بخور بابا. همین سر تو به تا خوردن کنیه با هم یک کش رخمه میداری برادم مثلا قایم میکنی. آبور اینا دیگه هم حقمه دیگه لطو حق خوب بخود اینا من میبرم سراخ خدای بخور. بخود تو برای جو وقت بریم با عزیزمه بریم بابا اینا گیلک یک در میخوری بتر گیلی اخورده نگه اخوردی یک برده به خدا میته نخوری میتم نمیده برو جو وقتی بریم همون تو خورده برو بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم ماما شاگل مونده نباشین. و علیکم جور باشین زنده باشین سلامت باشین شاستی خوبی شکر زنده باشین. یک تک ماما شاگل تیپ زدیم مقبول شدیم. به کل دگر رقم چیزیم رو به نظر میایین. خود دیگه یک روز به ما میرسه که تیپ زنین کجا بودین؟ همین امروز جا تو خیلی مجلس خبر بودیم به تالا به عروسی بودیم پس. بله امونه کی تا سرکل شما یک تک نامزد تیار کرده. نه تو که تو میگی نیه دیگه. خب گفتین کجا ماستون برام؟ همین تا گفتم برم بس طباق میمون همیشه و قراره بیایه یک سالت انگوری هم بیارم به سرا. خوبه سعی کنیم ماما شاگل. بله باغون بودم برای ما گفته که ما میرفتم رو به طرف باغ خو. خب باغ ما و شما کو پهلو هم دگاره. بله ماستون که در باغ واکنم سعی کردم یک بچه از سر دیوال به پایین ایستاده یک کلتککی هم به سر دیوال شیشتیر از سر دیوال ما تا کنه. گفتم ما از این پرسان کردم شما اینجا چه کار میکنی؟
و همون خورتکک گفته ما دومات ماما شاگلو خب بفهمیدین یک پتوی هم به دست از اینا بود که 5-6 من انگور به تای بود. چی میگی تو؟ دوماد ما ای تو کاری نمیکنه بابا، کلی به اختیار نه، باغ به اختیار نه. دومات شما نبودی یک اینا 2 نفر بودم. حتما نورالله همون نفر سر از این را برده. دیگه من نمیفهمم، شما رو خبر کردم که انی عجیبت اگه میریم جامعه با خوریالا نکنیم دیگه. بابا جان که من 24 ساعت کلید ما اصلا کلید به دست از اون 24 ساعت ما کلید از اون نمیگردون. ایشته بوده که یه دوال بالا شده. دیگه نمیفهمم، من شما رو خبر کردم دیگه. حتما همون نفر که خودی بوده همون نفر سر از این بالا کرده که اینا انگور بجونم یا کاری بکنم، نه که دوماد با عمر خودی تا کارا نکرده. حالا شما ما شاگل کلید به دست بداده بودین؟ بابا جان کلید اگه به دست نداده بودم، کلید هر وقت که بگه به اختیار نه. ما کلید از اون نمیگردنم، خود دوماد ما نه است که کلید از اون میگردنم. فکر کنیم ما شاگل اگر دوماد شما هر کس هست ما کاری ندارم، چرا باغ ما و شما پهلو هم دگاره. اگر یک دفعه او به مو دوزی حال عادت کرده، اگر یک دفعه او با تا با خود که من گیر کردم، او وقت با ما خسور نیم که بزو مراد کنم یا براری باشم بزو مراد کنم، گلی باز برطرف باشه. او فقط بفهمونیم بیشتر علی نگاه کن نورالله، من برم ببینم این خودت ببینم تحقیق کنم که سعی کنم چی گپ بوده. بفهمیدی؟ خوبه نمیفهمم. ما خب شما دروغ نمیگم ما شاگل، به خاطر ازی که همسایه مانیم پهلو باغ مانیم ما شما خبر کردم. میفهمم واسه ما خودت ببینم خودت گپ میزنم. گل بادام من تو باشی. کجا بدی؟ بسر بیدو بگو بله ماما شاگل مر بدی دقیقه داد مکشه که کجی تومات ما بیام آدم چون خودی کی بده خور بنداخته و باغ ما انگور برده بده چی میکنی؟ یک گپا میداره لالا ما بیا دوری رو. های شما برار خود دوز میگیری، من به همین مونده که خود خوبونم با خسور خوب نجا همسایه من نورالله گفته باخون ما بدیده اونا که دیواله تامه شدن. لالا بحث کرده نورالله اشتباه کرده نورالله اپیش خود خود نورالله سرترشی کرده. من گردانم بعد باشه اگه 10 روز 15 روز میشه چشم ما با باغ افتاده باشه. حال نمزاد داری، خش خسرون داری، ابرو شرف یک ذره به خون نگاه دار، با خسورتونه عجله تو نمیگردونه. خدا حال حق همسایه ما هر کدوم باغ دارم بری به زونا بگی یک من انگور به من بده، می همسایه ما عجله تو میگردونه. چی برسه خسور تو سر آدم عجله من نمیگردونه. یک من انگور به شهر روپیه تو میری اونجا دوزی میکنی با خسور خودی یک دیگه کی میگه؟ لالا گپ نداری که بعد شما برو خو میگین تو برو دوزی کردی. من نمیگم تو رو بدیده بودم. خسور تو آدم ری سفیدی نیازی نداره که به من بیای غیبت و شکست تو بکنه. میگم بله یکی دیگه کی بوده که خودت طرفته بود؟ هیچکی لالا چی گفت؟ من اگه انگور ماسته باشم احترامانه میرم با خسور خو میگم کاکا خسور رو کلیدم با خوبه که برو 4 خوشی انگوری بخورم والله خیر حافظا داره. خسور تو دروغ میگه، نورالله دروغ میگه، باغون یا به نورالله دروغ گفته. 3 نفر آدما کلون معتبر دروغ میگن. تو راست میگی. تو برار منی من تو رو نمیشناسم، من تو رو نشناسم. به می دنیا نفر پیدا نمیشه که تو رو بشناسه. خور به پیش خوب میگه کسی نی سیر بخوره نی عبوی میتاسه نی مسیر خود نی عبوی میتاسه با کار دارداره میکشه اختیار. خسور تو میگه ما به قصی یک مندوم انگور نیم، ما به تعدی خوبی ها با مفتزه شدم که خود مردم میگن دومات تو به دوزی آماده. به تو همیق زر میگم پا خور به پیش خوب بخور. انا به تو دیگه نمیگم رات مردم ایالت خودی مردم به دوزی نرو. تو سیکو تو با کجا بود با ما و گیلک ببینم هم بودم به سرسانه به دوزی. خدا بکنه کسی به گیلک نبینه یا رمزون یا نورالله یک دیگه گیلک ببینه گردن من از این زبون گیلک گپ میکشه. گیلک میگه کی به ما گفته تو گیلک خودی خوب بود؟ تو سیکو تو چکار کنم